دوران طلایی کریستیانو در جمع شیاطین سرخ پر از لحظات و خاطرات ناب و شگفت‌انگیز برای هواداران این تیمه. اون کاشته خفن مقابل آرسنال از فاصله 40 متری که دنیای فوتبال رو غافلگیر کرد و اون ضربه ایستگاهی برق‌آسا که به پورتموث زد، دوتا از به یاد موندنی ترین آثار او در منچستر هستند. به جرئت میشه گفت رونالدوی منچستر یکی از فانتزی ترین بازیکن‌ها از نظر حرکات نمایشی و تکنیکی در تاریخ فوتباله. همین پا عوض کردن‌های استثنائیش نشون دهنده مهارت‌های شگفت‌انگیز او در جمع اون منچستر رویایی فرگوسن بود. حتی در دوره دوم حضورش در منچستر شاهد نمایشی درخشان از او با گل‌های دیدنی و فراموش نشدنی بودیم. CR7 در 36 سالگی موفق شد رکورد سریع‌ترین بازیکن زمین در لیگ برتر رو به نام خودش ثبت کنه و بعدش با آماری فوق‌العاده از جمله هتریک مقابل تاتنهام و نوریچ سیتی و دبل مقابل آرسنال و نیوکاسل کار خودش رو ادامه داد. در نهایت میشه گفت این شوت سرضرب و تماشایی از زاویه بسته که به درون دروازه فرستاد و این گل چشم نواز از پشت محوطه جریمه که به تاتنهام زد، با توجه به سن و سالش فراتر از حد انتظار در سخت‌ترین لیگ دنیا ظاهر شد.